اخبار سیزن 5 کال آف دیوتی موبایل. بریم با هم ببینیم. دوست داشتی لایک و ساب کن. اول چیز لند کردن داخل کال آف قرار به این شکل در بیاد که خیلی کار کند میکنه. یه چیز چرتیه که داخل کال آف اضافه شده، واقعا به درد نمیخوره. دومین چیزی که اضافه شده دلاره. این دلارا رو شما میتونید بذارید داخل کیفتون و ببرید آپگرید خرج کنید. آپگرید داخل کال آف تغییر کرده شکلش و یه باکسی شده که میتونید باز کنید و کلی چیز ازش خریداری کنید. حتی میتونید خودتون آپگرید هم بکنید. با همین دلارا میتونید این وسایل خوب رو بخرید. چیز جالب دیگه ای که اضافه شده داخل بتل رویال C4 در بتل رویال هستش. شما میتونید این C4 ها رو در همون آپگرید با دلار خریداری کنید که C4 داخل بتل رویال خیلی کاربردی و یه چیز فوق العاده خوبه. چیز چهارم و چیز جالبتری که اضافه شده یه همچین وسیله نقلیه که شبیه تانکه و خیلی باحاله و خیلی هم کاربردیه. این وسیله نقلیه داخل آب هم میره و تیر هم میزنه. خیلی چیز خوبیه. اگر بازم از این جور اخبارها میخوای لایک و ساب فراموش نشه.